سلام دوستان، خوش اومدین به چنل بلوط زاگرس. امروز قراره این نون محلی که توی منطقه ما بختیاریا بهش هم گرد زردی هم کاکلی گفته میشه درست کنیم. خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مواد مورد نیاز این نون خوشمزه رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. توی اولین مرحله شکر رو توی آب حل میکنیم و به اون زعفرون اضافه میکنیم. بعد از اون آرتا رو از صافی رد میکنیم تا یک دست بشه. مخمر نان، رازیانه و نمک رو به آرتا اضافه میکنیم و اونها رو به خوبی با هم مخلوط میکنیم. شیر رو اضافه میکنیم که باعث نرم شدن بافت نونمون میشه و پوسته اون رو کاراملی میکنه. آردها رو با شیر مخلوط میکنیم و بعد از اون مخلوط زعفرونی که اول ویدیو آماده کردیم و به اون اضافه میکنیم. کمی ورز میدیم تا مواد به خوبی مخلوط بشه و بعد از اون تخم مرغ ها رو به خمیر نون اضافه میکنیم. تخم مرغ باعث حفظ رطوبت و نرمی نونمون میشه و استحکام نونمون رو هم بیشتر میکنه. خمیرمون رو کامل ورز میدیم تا به یه بافت یک دست برسه. بعد از اینکه خمیرمون رو مخلوط کردیم یه جای گرم میذاریم تا حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم استراحت کنه. سینیمون رو روی اجاق گاز یا روی آتیش میذاریم تا کاملا داغ بشه که نون به اون نچسبه.
حدود 100 تا 150 گرم خمیرمون رو به همراه رومال تخم مرغ و زعفرون برمی‌داریم و کف سینی پهن می‌کنیم. روی نونمون کنجد میپاشیم و اجازه میدیم که نونمون خودش رو بگیره. بعد از اون سینی رو برعکس میکنیم تا روی نونمون هم بپزه. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر باشین که ویدیوهای جدید رو میبینن. بعد از پخته شدن نونا میتونید اونا رو با عسل و کره محلی میل کنید.